سلام بچه ها. چند برام پرایم میخواد. یا بابا هیچ کس هم نیست برام. یا بابا پرایم. خب بچه ها امروز اومدیم با یه ویدیو جالب. امروز اومدیم با یه ویدیو که میخوایم توش یه چیزی رو تست کنیم. ویدیوهای تستینگ. ماما رضایی بیا اینجا. بیا جلو. ببخشید بچه ها. خوب یادم. سلام. خداحافظ. دیگه من اینو خوردم. یه پرایم میخوایم تست کنیم که های دایرکشن. نه این رو همشون هایدریشن مزه ای نداره. برای یه جور اینا این چی میگم به اون پروتئین اینترونیک الکترونیک. نه الکترونیک چرا یه چیزی اینتریک انرژی. بابا اون انرژیزا. نه انرژیزا نیست. انرژیزا این برای ورزش بیشتر استفاده میشه که انرژی بگیرید و اینا. بعد داداش بهشون میگفتن چی خدایا یادم میره. منم دیروز دیدم. بابا من چیزی اینا کافئین میذاشتم داد. متیو اینا اسمش چی بود جدید گذاشتم ویدیوشو. اینتراکشن یه همچین چیزی بود. حالا ریدم صدا ببین این طعمش یه ذره مزه نمک میده. ریخ مزه نمک میده. یه ذره شور. خب کلا 2 تا طعم داشت. من تصمیم گرفتم اینو انتخاب کنم. یه صورتی این هم هست. آره خب نه اون صورتیش نبود. یه صورتی بود کلا. این خوشمزه است. برای من کم بود. چرا؟ نه سلامتی سکت. بچه ها آب نمکه. بوش که او هیچی نمیده. بو خوبی نداره. او آب میده. عجیبه. خوبه بد نیست. ولی به نظر من ارزش 390 تومن نداره. داره 390 تومن 50 تا کوکاکولا میخوام. 50 تومن 39. یعنی با 390 تومن نخرید. توصیه نمیشه. این بود از این ویدیو خیلی گفت آبی خالیش هم مزه. دقیقا. تا هم یه ویدیو دیگه خداحافظ.